بیایم ببرمتون دانشگاه هنر. امروز از همون روزایی یکی دلم خواست براتون ولایت بگیرم از دانشگاه و بگم اونجا دوباره چه خبره. پس بیایم با آماده شدن شروع کنیم که من همیشه آماده شدنم با مرطوب کننده و ضد آفتابه. ولی چون مسئله آرایشی جدید رسیده بودن گفتم نمیشه بدون امتحان کردنشون بریم. پس بیایم ببینیم چیا گرفتم. اولی این کانسیلره که فوق العاده بود، با همون یه نقطه خیلی کاور خوبی داد. من کم زدم ولی خب شما میتونید خیلی بیشتر بزنید. بعدی ریمل مورد علاقم اسنس بود که بعد به گوشه‌های چشم میذاره که کشیده‌تر نشونم بده و عاشقشم خیلی پیشنهادش می‌کنم. سوم این محصول جدید شیگلن بود که برای لب و عین یه ماسک روی لباتونه که بعد از چند دقیقه باید بکنیم و یه رنگ خیلی ملیحی میده. آخری هم این پالت کانتور هایلایتر که فوق العاده بود پیگمنتش. دیگه قسمت صورت تموم شد. بریم بر استایل که امروز باز همین استایل می‌ذارم چون انقدر هوا سرده اصلا چیز دیگه و قشنگی نمیشه پوشید. بریم به سمت مترو. من همیشه راهم از در خونه تا در دانشگاه 1 ساعت و 20 دقیقه است. به خاطر پیاده روی سربالایی که بعد مترو داره میرسم دانشگاه جنازه. از اون جایی که چهارشنبه است مثل همیشه اولین کلاسمون پرسپکتیوه که کاش واقعا این درس رو یکم متوجه شد چون خیلی برامون گنگه. و بعد که این کلاس تموم شد رفتیم حتی دانشگاه غذا خوردیم. دیگه مستقیم رفتیم ساختمون بعدی برای کلاس طراحی و طراحی امروزمون خیلی باحال بود و خیلی نمک بود قشنگ. بعد که خودمون دست به کار شدیم فهمیدیم که وقتی استاد میکشه انگار همه چی راحته. وقتی آنتراک شد و طراحی رو ول کردیم رفتیم سر کافه دانشگاه و قهوه و هات چاکلت گرفتیم که تو این هوا خیلی مزه داشت. کلاس تموم شد و استاد خودش چراغ خاموش کرد رفت و فقط ما مونده بودیم که ما میگه حرکت کردیم به سمت مترو. و امروز واقعا یه روز خیلی قشنگ بود. خیلی خوشحال شدم تونستم ولاگشو براتون بگم. امیدوارم شما هم دوست داشته باشین و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.